مخاطبین از رسانه کشته شدن. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیزی میگه منم داشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز. ماجرای قتل فجیحانه و کشته شدن این چهره الهه حسین زاده، دختر 24 ساله‌ای که به طرز عجیب و غریبی کشته شده بود، در طول چند ساعت گذشته حسابی تو فضای مجازی وایرال شده. اگرم نمیدونید که ماجرا از چه قرار بوده، در طول این ویدیو برای شما افشاگری خواهم کرد. اما ابعاد این قتل به قدری عجیب و غریب و پیچیده بوده که حتی رئیس پلیس تهران و افراد مختلفی که تو این قضیه بودن با مصاحبه‌های ضد و نقیض، با اخبار ضد و نقیضی که دارن منتشر میکنن، هر لحظه دارن این خبر رو اصطلاحاً پرونده رو بهتره بگم پیچیده تر میکنن. الهه حسین زاده دختر 24 ساله‌ای بود که 10 روز پیش به طرز مشکوکی ناپدید میشه. خانواده‌اش فراخوان میدن برای پیدا شدن این دختر. حتی خود من و چند نفر از افرادی که تو فضای مجازی پیجای بزرگ داشتن عکس این دختر رو استوری کردیم و حسابی این قضیه تو فضای مجازی وایرال شد و یک اتفاق بزرگ رخ داد برای اینکه همه بگردن دنبال این دختری که خانواده‌اش چشم انتظارش بود. یهو امروز صبح اومدن و یک خبر منتشر کردن که بله، پیکر بیجان این دختر رو پیدا کردن. در همون ساعت اولیه خبر یه چیز بود، بعدش خبر یه چیز دیگه شد. اول اومدن گفتن که یک راننده بوده، بازم این ضد و نقیض بود. یه بار اومدن گفتن که راننده اسنپ بوده، بعد اومدن گفتن نه راننده تاکسی بوده و اومدن توی خبرها عنوان کردن که به این دختر متاسفانه تجاوز صورت گرفته و حتی پزشکی قانونی هم ماجرای این تجاوز رو تایید کرده بود و این قضیه داشت جلو میرفت. به ناگاه رئیس پلیس اومد مسابقه کرد، گفت نه یک کیف قاپی بوده، میخواسته موبایل این دختر رو بزنه و چون موبایلش رو بهش نداده بوده کشتتش. یکی یکی بررسی میکنیم صحبت‌های این افراد رو و من تجزیه تحلیل خودم رو میگم. اول صحبت‌های رئیس پلیس آگاهی تهران رو میبینیم، چهره قاتل رو اون گوشه میبینیم و ببینیم چی بوده ماجرا. خانم الهه حسین نژاد از 4 خرداد ماه ناگهان ناپدید شدند و امروز خبری مبنی بر این که ایشون به قتل رسیدن توسط پلیس آگاهی منتشر شد. ایشون میان همونجوری که خانواده‌اش گفته بودن سوار ماشین شن به قصد اسلام شهر برن از میدون آزادی، ولی ناگهان یه اتفاقای هولناکی برایشون رخ میده. سردار میفرمایید موضوع چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب همونجوری که فرمودید این خانم قصد مراجعت به منزلش رو داشته. از میدون آزادی ساعت تقریبا 19:35 سوار یک دستگاه خودرو عبوری میشه و بعد از طی مسیری بعد اینکه به مقصد میرسه قصد پرداخت کرایه رو داشته که متاسفانه این راننده شیطان صفت بعد از رویت گوشی موبایل این خانم که گوشی گران قیمتی بوده قصد سرقت گوشی رو داشته که با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه. متاسفانه تعداد 3 یا 4 ضربه چاقو به سینه این خانم وارد میکنه و در لحظه فوت میکنن که بلافاصله جسدش رو به اطراف بیابان‌های اطراف فرودگاه منتقل میکنه که همکارانم با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و کارآگاهی که انجام دادن در کمترین زمان ممکن این فرد رو شناسایی کردن. شب گذشته با هماهنگی قضایی دستگیر شد. صراحتاً به وضع انتصابی اعتراف داره. با راهنمایی این فرد خب جنازه کشف و تحویل پزشکی قانونی شده و صبح هم که بنده پیگیری کردم با دادستان محترم انشالله در کمترین زمان حتما مجازات خواهند شد. ببین معمولا وقتی همچین اتفاقی میفته ببین چند تا نکته داشته این قضیه. منم میخوام این قضیه رو پلیسی یکم بررسی بکنم. به قول خودشون تو سطح شهر اینا دوربین ندارن، یعنی تو جای مثل میدون آزادی و جای مختلف. چرا که همین چند روز پیش پسر نیکزاد به عنوان نایب رئیس اول مجلس توی خیابون ساعت 6 صبح داشت خیابون یه طرفه میرفت، زد یکی از این مامورای نیروی انتظامی و پاش رو قلم کرد، یه دست و یه پاشو شکوند. اولش هم گفت میدونی من بچه کیم و اینا میخوام خط ویژه رو برم، میخوام خط اتوبوس رو برم، راش ندادم. بعد زد یارو زیر کرد و رفت. بعد از اونم اومدن اول قضیه رو ماستمالی کردن،
حتی رئیس تیم حفاظت گارد ریاست جمهوری پزشکیان، همین که ایشون نهج البلاغه رو غرغره میکنه، اومد اعمال نفوذ و اعمال لابی کرد که اون سرهنگه که اونجا بوده زیر شده بوده توسط پسر نیکزاد، پروندهش بسته بشه. بعدش اومدن مسابقه کردن گفتن نه چیز خاصی نبوده. بعد حالا جالب اینجاست که گفتن که در اون لحظه دوربینی نبوده، پس نتیجتا اونجا دوربینی نبوده که لحظه سوار شدن این دختر رو بگیره. طبق ادعای ایشون هم میگه که خودروی عبوری بوده، یعنی نمیدونم اسنپ و چیزهای مختلف نبوده که ثبت بشه که ایشون تاکسی گرفته. شما از خودروهای عبوری یا از دوربینای اونجا که نمیتونستی چیزی رو کشف بکنی. بعدش میگه اومده بوده حساب بکنه، دیده موبایلشون شوریه، واسه یقش بکنه بکشتش. بعد میگه که ایشون اومده اعتراف کرده جسد رو پیدا کردن. یعنی شما حساب بکن، یعنی 10 روز این قتل اتفاق افتاده بوده، نمیدونم نه اونجا کسی تونسته بوده این جنازه رو پیدا بکنه، نه بویی کرده بوده، نه حیوانات اومده بودن اونجا پیداش بکنن، نه چیز مختلف. اینا برداشتن رفتن سر اون پیکر اون دختر طفل معصوم. یعنی اول اون پیکر رو پیدا نکردن که از طریق اون حالا یه رد خونی، دی ان ای، جای ناخونی، جای مقاومتی، مویی، چیزی باشه بخوام ببینن از طریق اون اینو پیدا بکنن. پیش بینی من اینه که وقتی این قضیه حسابی رسانه‌ای شده بوده، اینا می‌خواستن اقتدار پلیس رو نشون بدن. یه دونه قتل مثلا یه دونه کسی رو پیدا کرده بودن که مثلا حبس ابدی چیزی داشته، گفتن بیا جلوی دوربین اینو بگو گردن بگیر، بگو این قتل، چهره‌ت هم نشون نمیدیم، چهره‌ش هم تا خشتک بستن، حالا جلوتر به شما نشون میدیم. ببین این در حالیه که در ساعات اولیه خب خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه، رکنا که اصلا خبرگزاری خود برای بچه نیروی انتظامیه، خبرگزاری مختلف همه گفتن که تجاوز صورت گرفته بود. تصنیم تیز زده که جسد الهه حسین نژاد کشف شده، اعتراف قاتل برای تلاش برای تجاوز. تصنیم اینو زده. وقتی تصنیم یه خبری رو میزنه، تصنیم تمام صداها رو ضبط میکنه، از طریق صداها متن در میاره پخش میکنه. کی اومده گفته بوده تجاوز که بعدش رئیس پلیس تهران بیاد بگی که نه به خاطر گوشی بوده؟ حالا ما کدومو باور بکنیم؟ یعنی ببینید سناریوهایی که هر لحظه داره تغییر میکنه. حالا من تحلیل خودم هم در انتها خواهم گفت دیگه. خود خبرگزاری نکنا که اصلا دیگه این مال خودشونه، رسانه‌های بیگانه این ور اون ور نزدن ها. و اومدن، حالا اینو هم ببینید یه فیلم دیگه هم هست نگاه کنید، اومدن تصاویر اینا رو پخش کردن تا خشتک ماسک کشیدن. صحبت‌های آقای ولیپور گودرزی رو بشنویم ایشون چی میگه، رئیس پلیس آگاهی تهران. و در هفته آتی که بحث بازسازی صحنه انجام خواهد شد، با هماهنگی قضایی حتما چهرهشون به صورت واضح پخش خواهیم کرد. البته اقدامات پلیسی در خصوص کشف جرایم احتمالی ایشون در حال پیگیریه که مطابقاً به عرض مردم خواهد بود. بله سردار، این قاتل سابقه شرارت و ناامنی‌های دیگری هم داشته؟ قبلا سوابقی داشته، چند سال قبل که محکومیتش رو طی کرده و آزاد شده، که چند سالی هست که از اون محکومیتش گذشته، ولی متاسفانه خب مرتکب این جنایت شده و پلیس هم در کمترین زمانی رو دستگیر کرده. پروندهش در حال تکمیلیه. اقداماتی هم که ما انجام دادیم فعلا فقط موضوع سرقت گوشی تلفن همراه هست و جسد هم برای کارشناسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. به همین شیکی و امیدوارم که خدا به خانواده‌اش آرامش بده و اینکه میان میگن ما امنیت داریم، یعنی ما هر روزی که داریم یه خبر این تیپ میشنم. تعلیم من میدونید چیه؟ تعلیم من اینه که احتمالا این دختر رو دزدیده، چندین روز حبس کرده، چندین روز به این آدم تجاوز کرده. وقتی این قضیه رسانه‌ای شده، حسابی تو فضای مجازی وایرال شده، همه پیج‌های بزرگ مثل من، مثل آیسان، مثل کسی دیگه اومدن این قضیه رو وایرال کردن و همه مردم، خود شماها اومدید این قضیه رو استوری کردید. به نظر من اومده و این دختر رو دیگه ترسیده بوده، نمیدونسته چی کار بکنه، به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسونده و بعد از اون هم حالا معلوم نیست که چطوری گرفتنش، ولی این سناریو سازی ها و این بازی هایی که توی رسانه ها انجام میدن، یه بار میگن آقا نمیدونم کیف قاپی بوده، به خاطر کیف قاپی یا مثلا به خاطر گوشی موبایل
یه نفر رو به این تیپی با این طرز وحشیانه نمیکشن. خب و اولش خودتون میاد میگید که تجاوز بوده، آقا دیگه تسنیم بوده، نزدیک به سپاه این خبر رو زده. و این بازی‌هایی که انجام میدید همیشه این قضیه رو مشکوک می‌کنه. بعد شما با این سرعت طرفو گرفتید. تو ایران دیگه همه میدونن، یعنی به این سرعت نمیتونه یه همچین قضیه اتفاق بیفته. اینا فقط میخوان یه رخ کاری نشون بدن که بابا شما بانکتون رو زدن با این همه دوربین، سارقا رو بعد 8 ماه تونستید بگیرید. 8 ماه. بعد میاد میگید که ایشونو ما حالا به قول خودشون هم میگن 10 روز، ولی 3 روز بوده دیگه بعد از این اتفاقاتی که افتاده بوده دیگه. 4مین اتفاق افتاده امروز 15 خرداده، 15 16 و میگن تو این 10 روز، یعنی لحظه این اتفاق تا این لحظه. در صورت خدا به خانواده‌اش صبر بده و به همه افرادی که درگیر این اتفاقن و امیدوارم که حال دل همه خوب باشه. خیلی مخلصیم و براتون بهترین رو آرزو میکنم. امیدوارم که برای عزیزاتون هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته.